یک شهروند بازداشت شده تاجیکستان در رابطه با تحریزی حمله تروریستی در کلیسای جامع کیالن آلمان 2 هفته باز در حبس نگهداری می شود. روز 7 ینور پلیس گفت که افسری حبس این شخص را درخواست کرده ابراز داشته است که روند اخراج یا دپورتاسیون این مرد 30 ساله تاجیکستانی جریان دارد. در عرفه سال نو پلیس آلمان هنگام کافتوکاب منزل در شهر ویزل واقع در 100 کیلومتری شهر کیالن 5 کس را بازداشت نمود. همان روزها یک نفر دیگر در شهر باخوم آلمان با احتمال تحریزی حمله به کلیسای کیالن و یک کلیسای دیگر در افسریا دستگیر شده بود. خبرگزاری DPA آلمان نوشته است که بازداشت شده 41 سال داشته، صاحب شهروندی ترکیه و آلمان است. طبق نقشه در حمله به کلیسای کیالن می بایست از ماشین کار گرفته شود که صاحبان آن به قول پلیس آلمان افراد از آسیای مرکزی بودند. روز 24 دکبر سال 2023 پلیس شهر کیالن در این رابطه اظهارات داده بود. ساعت 8 شام دیروز ما کلیسای جامع را با استفاده از سگ‌های بوگر تفتیش کردیم. بعد ورود به کلیسا منع شد. این عمل با هدف تامین بی‌خطری و قبل از همه عبادت امروزی روز میلاد مسیح اجرا شده است. ما سمکه و بارخالته ها را از نظر می‌گذرانیم. دیروز هم اعلان کرده بودیم که مردم حدالامکان بارخالته نآورند و برای ما ضرورت تفتیش آن پیش نآید. با دستور دادگاه 3 نفر از بازداشت شده‌ها که شهروند تاجیکستان و ازبکستان بودند رها شدند. در هر صورت روزهای تجلیل میلاد مسیح و سال نو در گرد و اطراف کلیساهای آلمان و افسریا چاره‌های علاوه‌ای امنیتی اندیشیده شده بود.